بارداری خارج رحمی یکی از وضعیت‌های اورژانسی و خطرناکه که اگه به موقع تشخیص داده نشه ممکنه جون مادر رو تهدید کنه. اگه به موقع تشخیص داده بشه معمولاً قابل کنترل و درمانه. من ماما حقگو هستم، ماما و همراه شما در مسیر باروری طبیعی و سالم. میخوام امروز در مورد این موضوع باهاتون صحبت کنم. شاید خیلی ها اسمشو شنیده باشین ولی نمیدونین که چی هستش. توی یک بارداری طبیعی تخمک بعد اینکه آزاد میشه وارد لوله‌های رحمی میشه و توی مسیرش که به سمت رحم حرکت میکنه اگه اسپرمی وجود داشت با اسپرم ترکیب میشه و سلول تخم رو به وجود میاره و بعد این سلول تخم میاد داخل رحم و توی دیواره رحم لانه گزینی میکنه. رحم تنها جاییه که برای سلول تخم مناسب و ایمن هستش. اما توی بارداری خارج رحمی سلول تخم به جای اینکه داخل رحم لانه گزینی کنه یه جایی خارج از رحم لانه گزینی میکنه که توی 95% موارد توی لوله های رحم لانه گزینی اتفاق میفته. گاهی هم ممکنه توی تخمدان، توی دهانه رحم یا حتی بیرون رحم توی لگن هم لانه گزینی اتفاق بیفته. از اونجایی که این مکانها برای لانه گزینی طراحی نشدن بارداری نمیتونه توی این مکانها ادامه پیدا کنه و اگه درمان نشه ممکنه که باعث پارگی و خونریزی خیلی شدیدی بشه. یکی از مهمترین علتاش انسداد لوله های رحمی هستش. وقتی که لوله رحمی مسدود باشه سلول تخم نمیتونه خودش رو به داخل رحم برسونه و همونجا داخل لوله های رحمی لانه گزینی اتفاق میفته. یه سری عوامل هم هستن که خطر حاملگی خارج رحمی رو زیاد میکنن. یکیش عفونت‌های لگنی و بیماری‌های منتقله از راه جنسی مثل کلامیدیا و سوزاک هستن که اینا باعث التهاب و چسبندگی توی لوله‌ها میشن. مورد دوم جراحی‌های قبلی لگنی یا شکمی هستن مثل عمل آپاندیس، سزارین، جراحی‌های مربوط به ناباروری. مورد سوم استفاده از روش‌های کمک باروری مثل IVF. اینا هم ممکنه باعث بشن که تخمک لقاح یافته خارج از رحم لانه گزینی کنه. مورد چهارم وجود آیودی داخل رحم هستش. اگرچه با وجود آیودی احتمال بارداری کمه ولی اگه بارداری صورت بگیره احتمال خارج رحمی بودنش خیلی بالا میره. و سیگار کشیدن یکی از مهمترین عوامل ایجاد حاملگی خارج رحمی هستش. چون سیگار کشیدن باعث میشه که حرکت اون موشک‌های داخل لوله‌ها کم بشه و سلول تخم نتونه خودش رو به داخل رحم برسونه. گاهی وقتا هم هیچ عاملی پیدا نمیشه و ممکنه توی خانومی دیده بشه که اصلا هیچ ریسکی برای حاملگی خارج رحمی نداره. علائمش چیه؟ علائم معمولاً بین 4 تا 10 هفته بارداری ایجاد میشه. علائم اولیه دقیقاً مثل حاملگی طبیعی هستش. یعنی شما تأخیر در پریود دارین، حساسیت پستان‌ها دارین، تهوع یا مثبت شدن تست رو دارین. اما بعد چند روز علائم و نشونه‌های ظاهر میشن که ممکنه هشدار دهنده باشن برای شما. یکیش درد تو ناحیه لگن و پایین شکم هستش و معمولاً یک طرفه هست. خونریزی واژینال غیر طبیعی که ممکنه کم و تیره رنگ باشه. احساس سنگینی یا فشار در لگن. اگه بارداری خارج رحمی پیشرفت کنه علائم شدیدتر و خطرناکتر میشن. ممکنه درد ناگهانی و شدید تو قسمت پایین شکم و یا توی شونه ها داشته باشین. ضعف، سرگیجه، قش کردن داشته باشین، کاهش فشار خون و رنگ پریدگی داشته باشین که در این صورت سریعاً باید به اورژانس مراجعه کنید. تشخیص بارداری خارج رحمی. برای تشخیص دقیق معمولاً باید ترکیب معاینه، آزمایش خون و سونوگرافی واژینال انجام بشه. تو آزمایش خون سطح هورمون HCG بررسی میشه که توی بارداری طبیعی این هورمون هر 2 روز تقریباً 2 برابر میشه ولی توی بارداری خارج رحمی روند افزایش کندتره. و توی سونوگرافی واژینال هم اگه داخل رحم هیچ ساک بارداری دیده نشه ولی سطح HCG بالا باشه احتمال خارج رحمی بودن مطرح میشه. و برای درمان بارداری خارج رحمی درمان بستگی به محل لانه گزینی، اندازه بارداری و وضعیت عمومیشون داره. اگه بارداری تو مراحل ابتدایی باشه، بدون خونریزی باشه، میشه از درمان دارویی استفاده کرد. دارویی هم که استفاده میشه متوترکسات هستش که یکی از رایج‌ترین داروهاست، باعث توقف رشد سلول‌های بارداری میشه
و بدن به تدریج بافت بارداری رو جذب میکنه. اما اگه بارداری پیشرفته تر باشه یا علائم پارگی لوله وجود داشته باشه، جراحی فوری لازمه که در این حالت ممکنه لوله فالوپ یا همون لوله رحمی آسیب ببینه که ترمیم بشه. هم در صورت لزوم به صورت کامل این لوله رو برمیدارن تا از خونریزی جلوگیری کنه. بعد درمان هم معمولا باید سطح هورمون HCG رو تا زمانی که به 0 برسه پیگیری کنیم تا مطمئن بشیم بافت بارداری کاملا از بین رفته. خیلی از خانوما وقتی که میفهمن دچار بارداری خارج رحمی هستن نگران ناباروری هستن. باید بهتون بگم که باروریتون حفظ میشه. اگه که حتی یه لوله رو از دست داده باشین، از لوله دیگه احتمال بارداری وجود داره و اینکه حالا مجدد تو بارداری‌های بعدی خارج رحمی اتفاق بیفته یا نه حدود 10% احتمالش وجود داره. ولی خب شما قبل از اقدام به بارداری حتما باید با ماما یا پزشک مشورت کنید و از باز بودن لوله‌های رحمیتون اطمینان پیدا کنید. و بعد درمان هم بدنتون نیاز به استراحت داره. شما بلافاصله بعد درمان نباید اقدام به بارداری کنید، باید به خودتون زمان بدید تا هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی بدنتون آمادگی بارداری مجدد رو پیدا کنه. بارداری خارج رحمی قابل پیشگیری 100% نیست، ولی شما با آموزش و آگاهی میتونید از خطرات اون جلوگیری کنید. وقتی که شما تست بارداریتون مثبت شد و دردهای زیر شکم داشتین، حتما سریعا به ماما یا پزشک مراجعه کنید. یادت باشه آگاهی اولین قدم سلامتیه. اگه این ویدیو برات مفید بود لایک کن، کانال رو دنبال کن و این ویدیو رو برای دوستات بفرست تا اونا هم از بارداری خارج رحمی اطلاع پیدا کنن.